ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 3 ایول سال 2024 از بازداشت دزدی خبر داد که در وقت سوختار در بازار مرکزی نویه جیهون دست به دزدی از یکی از دکانهای آتش گرفته زده است. ملیته ختلان گفت وقتی شب 1 و 2 ایول سال جاری در بازار مرکزی نویه جیهون ولایت ختلان حادثه سوختار به عمل آمد، در برابر سوختار نشانها هیئت بزرگی از کارمندان میلیشیا جهت تامین ترتیبات به جای حادثه سفربر کرده شدند. هدف سفربر نمودن کارمندان میلیشیا این کمک رسانیدن به دسته‌های سوختار خاموش‌کنی، امین نگاه داشتن محصولات از سوختار، خلل نرسانیدن شهروندان به رفت فرو نشاندن سوختار و پیشگیری از کوشش‌های ربودن مال و محصولات صاحبکاران بود. در وقت خدمت بری تقریبا ساعت 4 صبح شهروند کریموف عبدالوهاب حاجیویچ سال تولدش 1983 زاده نویه جیهون شهرک دوستی عائله‌دار صاحب 5 فرزند از جانب کارمندان میلیشیا در وقت صادر نمودن جنایت دزدی در موضع‌های از سوختار ضرر دیده دستگیر کرده شد. وابسته به حالت مذکور نسبت به دستگیر شده طبق طلبات ماده 244 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده است و کریموف عبدالوهاب بحث پیشکی گرفته شده تفتیشات ادامه دارد. به او برای دزدی با استفاده از آفت همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. بنا به اطلاع رسمی شب 1 و 2 ایول سال 2024 ساعت 22:47 در بازار جمعیت مطلوبات نویه جیهون سوختار به عمل آمد. رسته‌ها و نقطه‌های سودا را در مساحت 2830 متر مربع فرا گرفت. وزارت کارهای داخلی گفت سبب حادثه سوختار بر اساس خلاصه سنجش پیشکی رسش ناقل‌های برقی بوده ضرر رسانده شده از جانب گروه کاری معاین کرده می شود. وزارت کارهای داخلی گفت در نتیجه حادثه مذکور ضرر جسمانی و تلفات جانی به قید گرفته نشده است. این بار اول نیست که در تاجیکستان بازارها دچار سوختار می شوند. تازه ماه مارت سال جاری در شهر باختر بازار بهار که همچون با نام بازار شعلو هم معروف است دچار سوختار شده بود. مقامات در اکثر کل رسش کوتاهای ناقل‌ها را سبب این آفت‌ها می‌نامند، ولی بازارنشین‌ها گاهی درباره احتمال قصداً آتش زدن دکان‌هایشان حرف می‌زنند.